در شهر خوجند به نزدیکی توقفگاه‌های موزناک تأسیس یافته کامراهای نظارتی نصب کرده می‌شوند که قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه را به طور اتوماتیک ثبت نموده جریمه‌ها را به رسمیت می‌درآورند. این تدبیرها در دایره تطبیق لایحه شهری بی‌خطر عملی گردیده جهت نظارت حرکت نقلیات، پیشگیری صدمه‌ها و تأمین ترتیبات راه روانه شده اند. مسئله آمادگی به تطبیق لایحه در ملاقات رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده با راهبر لایحه نیرو فریدون میرمانوف بررسی شد. طبق نقشه در برابر نصب کامراها نظام اتوماتیک کنونیده شده به قیدگیری قاعده ویرانکنی و اینفراساختور نو از جمله نقطه‌های برق دهنده نقلیات برقی نیز راه اندازی می‌گردد. این تغییرات معنای آن را دارد که رانندگان باید بر رعایت قاعده‌های حرکت و ترتیب توقف جداً مناسبت نمایند، زیرا نظارت پرزور گردیده جریمه‌ها به طور خودکار ثبت خواهند شد.